اوه فکر میکردم شوخیان بیمزه بودن. یه دلیل بیار که چرا نباید یکی از ما همینجا دخلتو بیاره. شعبده بازی چطوره؟ میخوام این مداد رو قیبش کنم. خب داره دیدم. حالا قیبش زد. او در ضمن اون لباس مزخرف نبود. این لباس هم شما برام خریدی. بشین. من میخوام بشنوم چی میخوام. بیاین زمان 1 سال به عقب برگردونیم. این پلیس ها و وکلا جرأت در افتادن با هیچ کدوم از شماها رو نداشتن. یعنی چه اتفاقی افتاد جسارتتون رو از دست دادین؟ یه آدمی مثل منو دیدی؟ یا عوضی. خیلی خواه آدمی مثل من بگوش کن. من میدونم چرا این جلسه رفع مشکل گروهی رو توی روز روشن گذاشتین. میدونم چرا از این که شبا برید بیرون وحشت زدید. بتمن متاسفانه بتمن چهرهای واقعیتون رو به مردم گاتهام نشون داده. دمت اون تازه شروع کرده و با توجه به سخنرانی تلویزیونیش بتمن حوزه قضایی نداره. اونو پیدا میکنه و جیغشو در میاره. من وقتی آدمای زبلو میبینم میشناسم و پیشنهادت چیه؟ ساده است. ما بتمن رو میکشیم. اگه اینقدر ساده است چرا تو تا حالا نکشتی؟ اگه در کاری تخصص داری هرگز مجانی انجام نداری. حالا تو چی میخوایی؟ نصفش. تو دیوونه ای. من نیستم. من دیوانه نیستم. اگه ما الان این قضیه رو حل نکنیم به زودی این گمبل کوچولو حتی نمیتونه یه 5 سنتی برای مادر بزرگش بفرسته. کافیه دیگه دلقک. نه کسی جایی نمیره. به پا همه رو منفجر نکنی. فکر کردی میتونی از ما بدزدی و فلنگو ببندی؟ آره. یه جایزه میذارم 500,000 تا برای مرده این دلقک، 1,000,000 برای زندش، چون دوست دارم یه خورده ادبش کنم. خیلی خوب باشه پس گوش کنیم. به نفع همتونه. اگه میخواین کارهای تقریبا سخت رو انجام بدین بهتر منو خبر کنین. این کارت منه.